مجاورت با حجت خدا با امام معصوم. یه مطلب عرض کنم، مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی در عبقری الحصان داره فی احوال مولانا صاحب الزمان سلام الله علیه، درو بسته بودن حرم، مردم باید میرفتن بیرون، ایشون فرمود نماز مغرب شام خونده بودم، سید جلیل القدری قسمت بالای سر بود، چند تا پشت سرش ما مؤدب وایسادن به نماز مغرب، من دوباره رفتم اقتدا کردم. از این وجنات جلوات بود، نور و ضیا، ابهت خاص. بعد معلوم شد امام قاسم علیه السلام نماز مغرب تمام شد، برگشت به من رو کرد، این عالم فرمود سید کربلا آهنگرم داره، آهنگری هم هست؟ گفتم بله آقا آهنگری داره. فرمود چی کار میکنه؟ گفتم آهن میبره تو کوره داغ میشه، میاره به اشکال مختلف درش میاره، میخ درست میکنه، چه درست میکنه. فرمود پس آهن با حرارتش این حدید صلبه و صخر رو نرمش میکنه؟ گفتم بله آقا به اشکال مختلف. فرمود چطور؟ عمری اهالی کربلا کنار قبرم به قبر جدم سید الشهدا علیه السلام هنوز قلبشون به دین گرم نشده، دست از معاصی بر نمیدارن، دروغ و غیبتشون هست، نماز صبحشون قضا میشه. بعد به این 3 نفر فرمود نماز عشا رو بالا سر جدم امیرالمؤمنین میخونیم. اومدن پایین قبر امام حسین سن، دیدم کسی نیست، توجه شدم وجود زیجود امام عصر سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده.